من سرباز قطار اسرار ابوبکر مینداری خود را به پیشوای معظم ملت اساتید صلح و وحدت ملی محترم امام رحمان میرسانم که امروز پدر و مادر را به دوربین فرزندان رسپار نهاده آوردند. خوراک، سر و لباس همه خوب است، کمبودی نیست. خدمت عین حال خیلی خوب است. ما گفتنی داریم که مقصد همه نوجوانانی که از مؤسسه‌های میانه را ختم میکنند بیاین خدمت نمایند، قرض فرزندی، قرض وطن را ادا نمایند. وقتی که مادرم را دیدم خود را خیلی خوشحال شدم. روح و روانم باز با وطن دوستی زیاد گردید که چنین شخصانی هستند که ما را همین خیلی دستگیری می نمایند و روح بلد می نمایند که باز هم با وطن صادقانه خدمت نماییم. جواباً به این غمخواری ها در آینده مقصد دارم که سربلندانه خدمت را ادا نموده به سر بلند به نزد پدر و مادر برگردم.